در شهر دوشنبه در بینای مرکز تجارتی جیهون لایحه نوی شاعره طاهرова زیر عنوان معرفی ایجادیات شاعر و نویسندگان تاجیکستان منظور اهل ایجاد گردید. در این محفل شاعران و نویسندگان سابقه دار، روزنامه‌نگاران و چندین نوقلمان شرکت نمودند. یکی از مقصدهای اساسی این لایحه فهماندهی دایر به معرفی نمودن آفریده‌های نوین اهل قلم با طریق رسانه‌های مجازی بود. اگرچه امروزها فضای اطلاعاتی اینترنت در میان اهل جهان به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده است، همانا دایر به آثار ادیبان و شاعران تاجیک در این گونه سایت‌های اجتماعی موادهای علمی و بدیعی کلاً به نظر نمی‌رسد. در محفل دایر به نقش شبکه‌های اجتماعی در تبلیغ و رشد نظم و نثر معاصر تاجیک با دلیل‌های روشن اندیشه‌های جالب صدا دادند. نباید فراموش ساخت که فضای مجازی طی سال‌های آخر جهانگیر شده موقع دیگر منبع‌های اطلاع رسان را به مراتب تنگ نموده است. از این برمی‌آید که باید اهل نظم و نثر نگاشته‌های خویش را با اصول نو و زمانوی، یعنی طریق رسانه‌های اجتماعی منظور خوانندگان نمایند. در عکس حال چندین کتاب‌های به نشر رسیده در گوشه دکان‌ها سال‌ها خریدار خویش را انتظار خواهند بود. مهرالدین صبوری مدیر شعبه نقد ادبی اتفاق نویسندگان تاجیکستان در این رابطه ابراز اندیشه کرد. ما امروز در یک نشست قرار داریم که واقعا برای ترغیب شعر و ادبیات ما در فضای اجتماعی، در فضای اینترنتی بسیار ضرور و مهم است، چرا که ما امروز خواهیم نخواهیم از اون محدوده که امروز طلباتی که امروز سر مجله و روزنامه های ما دیده می شود، طلبات از این دیده بیشتر در سامانه های اجتماعی زیاد شده است و حداقل هر کتاب و هر مجله و روزنامه که چاپ می شود حداقل باید در فضای اجتماعی، در فضای اینترنتی ترغیب و تشویق شود تا خواننده امروز دسترس کند، مطالعه نماید. ترغیب آثار ادبی ما امروز به همین اینترنت وابستگی دارد که یک نفر ادبیات شناس انگلیس است یا اروپایی است میخواهد با ادبیات ما رو بیارد، به واسطه این زبان را خوب هم میداند و ما نشود که با ترغیب آثار به ارزش هنری ادبی امروز خودمون رو در سطح پایان معرفی کنیم. راه‌های چگونه پیدا نمودن مشتریان را در بازار مجازی و جلب اهل ایجاد به طریق سامانه‌های اینترنتی، کتاب‌های تازه نشر را افتخار عظیمов دیرکتور شرکت وب کانسالتینگ با مثال و دلیل‌های جالب منظور اهل نشست گردانید. از ماهیت تشکیل چنین محفل‌های فرهنگی و معرفتی نورنیسا اکبر و استاد کالج تکنیکی به نام اکادمیک محمد جان آسیمی چنین نکته را یادرس شد. امروز با این دولت صاحب استقلال دنیوی که حقوق بنیاده که عالمی یک فضای آرام و آسایش دارد، چیزی باید گفت نام تاجیک در زبان تاجیکستان زنده باد. با وطن من کامرانم، تاجیکستان زنده باد. رودکی و پندی والایش برایم رهنماست، بلبل آسا نغمه خوانم، تاجیکستان زنده باد. در چنین برنامه‌های چنین همین مثال با سامانه های اجتماعی ما اگر اهل ادب، اهل قلم از اشعار خیش اگر گذارند و خواننده امروزه مطالعه کند و اگر بهره برد، این بسیار نور علا نور می شود. برای چی؟ امروز کتاب کم میگیریم، بیشتر به سامانه های اجتماعی هستیم چون که تکنولوژی معاصر پیش رفته ایستاده است. برای همین بسیار یک برنامه جالب دقت که مثال من از اشعار شاعری که نمیشناختم وارد آن سامانه های اجتماعی میشوم، بهره میبرم و بهره میگیرم و همچون و شاید که از همان اشعار همان شاعر، اشعار همان نویسنده یا محقق چیزی برای خودم بردارم و کتاب ببین که غذای معنوی دادن آن برای خواننده بسیار یک گویا که شما در پهلویتان یک ضمیمه دارید، لغت دارید، خوراک دارید که شما از وی بهره میگیرید، از وی سیر میشید و این سیر شدن مضمون چی را دارد؟ معنویات، اخلاق، آداب. در رفت محفل بیشتر شرکت کنندگان اقرار شدند که از استفاده برخی رسانه‌های اجتماعی عموما اطلاع ندارند و طرز درست استفاده آن را نیز بارینه آموختند. از نتیجه ها برمی‌آید که امروز وقتی آن است هم قدم زمان خویش باشیم و در محاربه اطلاعاتی که جهان را سراسر فرا گرفته است، بازار رقابت پذیری را پیوسته مورد تحلیل قرار دهیم. در انتها اهل نشست جهت تشکیل و عملی گردانی چنین لایحه‌ها و برگزاری این درس‌های محفلگونه اندیشه‌های مختلف خویش را پی هم ابراز داشتند. تاکید کرده شد که من بعد این محفل معرفتی و کار خود ادامه داده ذریعه هم باشد استفاده مفید رسانه‌های اجتماعی را به اهل قلم به طور مفصل مطرح سازد.